بسم الله الرحمن الرحیم. یه حکایت خیلی خیلی شیرین در مورد نماز اول وقت میخوام بیان کنم. انشالله تأثیرگذاره، تا پایان همراه باشید. آقای حمیدرضا صدوقی عکاس، خبرنگار و نویسنده مشهدی این داستان رو بیان کرده. میگه زمانی که نوجوان بودم به اتفاق پدرم رفتیم به عیادت یکی از دوستاشون. اونجا یه پیرمرد شیک و کراواتی هم نشسته بود. بعد از ورود ما چند دقیقه بعد اذان مغرب رو گفتن. میگه دیدم این پیرمرد از داخل کیف چرمیش سجاده‌شو در آورد، گذاشت و نمازشو اول وقت خوند. بقیه هم نمازاشونو خوندن. تعجب کردم، یه پیرمرد کراواتی صورت تراشیده این چجوری مقید به نماز اول وقت باشه؟ میگه نمازها همه که تموم شد پدرم به این پیرمرد گفتش که مهندس، میشه داستان نماز اول وقتتون بگی؟ دوست دارم پسرم بشنوه از زبون خودتون، مطمئناً تأثیرش خیلی بیشتر خواهد بود. گفت بله. گفت در زمان رضا شاه من مسئول اجرای قسمتی از طرح تونل کندوان شدم. درگیر کار بودیم. تو همون جریانات من پسرم مریضی خیلی شدیدی گرفت، طوری که زمینگیر شد، دیگه اصلا از جاش تکون نمیتونست بخوره. هرچی دکترم بردیمش فایده ای نداشت. تمام دکترها جوابش کردن و گفتن میمیره. هر روز منتظر مرگ پسرم بودیم دیگه. یه روز خانمم گفت مرد، پاشو بریم حرم امام رضا، پاشو بریم مشهد، من شفای بچه‌مو از امام رضا بگیرم. من هیچ اعتقادی به امام رضا، نماز، اعتقادات، هیچی، اصلا تو اینو بینو هیچ اعتقادی نداشتم. اما چون دیدم خانمم خیلی مضطربه گفتم باشه، به خاطر خانمم رفتیم مشهد. تا وارد صحن شدیم خانمم گفتش بریم داخل رواق ها. گفتم نه دیگه، داخل رواق من سمت ذریح نمیام، این حرفا رو ول کن، همینجا دیگه. خانمم بچه رو از بغل من گرفت، خودش تنهایی رفتش سمت رواق و ذریح. میگه من یه گوشه‌ای نشستم داخل صحن. یه چند متر اون طرفتر دیدم یه پیرمردی نشسته، یه سفره پارچه‌ای جلوش پهنه، یه تعدادی انجیرم داخلشه، یه مقداری هم نبات نرمه هم گذاشته اونجا. یه عده‌ای از مردم صف وایسادن کنار این پیرمرد، یکی یکی میشنن باهاش حرف میزنن. به بعضیا یکی دو تا انجیر میده، یا یه مقداری، به بعضیا مقداری نرم نبات میداد. با خودم گفتم نگاه کن چه مردم احمق و ساده‌ای داریم ما، چه جوری دلشون رو خوش کردن به این. آخه چه کار از دست این پیرمرد برمیاد؟ کلا دیگه از خانمم و بچه‌م فراموش کرده بودم، داشتم این جمعیت رو نگاه میکردم. یه وقت دیدم این پیرمرد داره به من نگاه میکنه، اشاره کرد بیا. رفتم جلو، سلام کردم، گفتم بله. گفت حاضری با هم یه شرط ببندیم؟ گفتم چه شرطی؟ گفت اگر قول بدی نمازاتو 1 سال اول وقت بخونی، منم بهت قول میدم از امام رضا درخواست کنم بچه تو شفا بده. میگه با خودم گفتم این از کجا فهمید که بچه من مریضه؟ یه 2 تا 4 تایی با خودم کردم، گفتم که باشه حالا نهایتش 1 سال نماز میخونیم، ولی در عوض بچه‌م دیگه، دوستش دارم، اشکال نداره بچه‌م شفا پیدا بکنه، منم نماز میخونم. گفتم باشه قبوله. چند لحظه طول نکشید دیدم از داخل رواق صدای جمعیت داره میاد. جمعیت زیادی اومدن بیرون. دیدم همراه اینا خانم من و فرزندم دارن میان. پسرم رو پاهاش داره راه میره. فهمیدم پسرم شفا پیدا کرده. از مشهد اومدیم کندوان. یه روز توی محل کارم داشتیم کار انجام میدادیم. یه وقت دیدم یه عده زیادی ماشین توقف کردن، یه عده آژان ها پیاده شدن، رضا شاه هم همراه اینا است. با خودم گفتم خود رضا شاه اومده بازدید، معلوم نیستش اگر اینجا خطایی ببیند که دیگه روزگارمان سیاه هستش. دیدم فاصله رضا شاه هنوز با ما زیاده. اتفاقا اذان هم، صدای اذان بلند شد، اذان ظهر. گفتم چه کار کنم، نمازمو بخونم یا وایستم رضا شاه بره بعد نماز بخونم؟ با خودم گفتم نه، من به اون پیرمرد قول دادم اول وقت نماز بخونم.
حالا نمازمو میخونم تا وقت رضا شاه بیاد، لااقل نماز ظهرم که اول وقت خوندم که. میگه وضو گرفتم و ایستادم به نماز، رکعت سوم دیدم یه سایه پشت سر من ایستاده. نماز که تموم شد برگشتم نگاه کردم، دیدم رضا شاه پشت سر من ایستاده. گفتم قربان من عذرخواهی میکنم، ببخشید شما معطل شدید، شرمنده‌ام. به من گفتش که همیشه نماز میخونی مهندس؟ گفتم از وقتی بچم امام رضا شفاش داده نماز میخونم، تو حرم قول دادم. رضا شاه نگاهی به من کرد، با چوب دستی که تو دستش بود به اون همراهی که کنارش بود محکم زد تو صورت اون. گفت دزد خودتی پدر سوخته، این به قیافش نمیخوره دزد باشد، این نماز میخونه، این یه آدم خوب معلوم میشه. بعدن فهمیدم که همون رفته زیرا به من رو زده که فلانی اونجا داره دزدی میکنه و رضا شاه اومده بود که کار منو یکسره کنه و نماز من جانم رو نجات داده بود. بعد به من گفت پسرم نماز اول وقت هم جان پسرم رو نجات داد هم جان خودم رو، نمازات رو اول وقت بخون پسرم. دوست خوب من، نمازامون انشاءالله درست بخونیم و انشاءالله اول وقت بخونیم. بنا داریم یک سری لایو با عنوان داستانهای نماز براتون برگزار کنیم. اگر پیج ما رو فالو ندارید حتما فالو کنید تا در جریان لایو ها قرار بگیرید. ما هر شب ساعت 9 تا 9:30 لایو داریم. داستانهای نماز فوق‌العاده خواهد بود براتون، شک نکنید، هم برای خودتون و هم برای فرزندانتون که دغدغه دارید که نماز خونشون کنید. ممنون میشم این فایل رو برای دیگران هم بفرستید، مطمئناً فایل تاثیرگذاری خواهد بود. در پناه خدا باشید، موفق و مؤید.